یا اول فصل تیر برق افتاده تو کاره بیبی. آره میخوام برم تو تیر برق رفته تو. بارا چی فیلم میگیری؟ برای کجا؟ از اینجا در خودم دارم میگیرم. تیر برق افتاده تو، یعنی قطعا 4-5 متر عمقش هست. نه بیشتر از 4-5 بیشتر. میشه از نزدیک برم ببینم؟ حالا یه سر 4 8 بهش. خب اوکی بقیه هم هستن. چه حالا میریم چه وضعیه. چقدر خطرناک. این اتفاقی که میبینید افتاده، تیر برق دوره نشوندم تا کجاش رفته تو توی خاک. سرنوشته همه یه محله ها خواهد بود. ببینید اون ارتباط تیر برق این ور رو، یکی سیم برق و